اگر به شما بلیط‌های ارزان در کار باشه مرحمت با واتساپ اویاکاسه شهنازا زنگ بزنید، کار شما در 5 دقیقه بود میشه و بلیطاش ارزان و باوری نوکی. طبقه نوبتی 1000 سومانی در طبقه اول هست به نام سعید جلال سعیدوف. مهمانان ازبکستان، نفران از تاجیکستان هر کی باشد، یک تلویزیون پلاسکی دیگر در بالای 1000 سومانی مکافاتی پهلوان مردم تاجیکستان. دیگر چیکار کنن آخه حاجی یاری بیگ؟ طبقه دیگر بیار. مهمانا امکانیت دارید برادر عزیز شما شکل و ترتیب رقابت باز دیگرگونتر کنید. احترام مردم عزتمند تیمور ملیک برای اردگذاری به همین صمیمیت پهلوانان خیلی قوی است. برای ان همین اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران انفرادی یک افکوبی صمیمانه شما یک اسب 4 سالی دیگر در طبقه پهلوان رشته زمین شمشاد عبدالله هر دینا کمازمایی کردن انا هر کی باشد مرحبا میدان دلران در ناحیه تیمور ملیک. پهلوانان ازبکستان شما با خواهشمندیم توصیت نزدیکتر بیان سرداور. مرحله اول انا فهرست پهلوانان شایان، مقصد هم در همین منزل و در همین موقع هنرش خیلی بهتر است. خواهشمندیم پهلوانان دیگر هم باشند و مقصد هم میتواند که نیرو سنجد. دو طبق در میدان، دو مردکی برای شاهجایزه نتیجه بخش آزمایششان انجام نیافت، هم سعید جلال و هم شمشاد. که یوسف بود که حاجی مشرف که پهلوان ازبکستانی با حاجی مشرف رحمانوف خود دعا گرفتن. اونا خواهشمند مهمان ازبکستانی بیایید. شهباز جماعت دهاتی کامگرد ناحیه تیمور ملیک. شهباز جماعت دهاتی کامگرد ناحیه تیمور ملیک. مقصد ناحیه وان یک چوری بوز این رقابتی میدان امروز را ادامه دهد. دستی پهلوان کلاب شهر شاهرخ امیر خان برداشته می شود. تشکر. در میدان دو پهلوان برومند و محبوب کشور که در به دست آوردن شاهجایزه هر دو هم موفق نشدند، حالا حریفان خود را انتظارند. یک اسب چاری با زین و اوزاری سطح لازمه شرکت کننده در میدان های چواندازی و نام پهلوان ناحیه رشت 1000 سومانی، یک تلویزیون پلاسکی در طبقه سعید جلال سعیدوف، یک تلویزیون پلاسکی، یک چندکشک مکافات هر دو پهلوان میدان امروزه. دوباره هر دو پهلوان که مرا به دوش بگیرد کی از شما هر دو اینا را دوباره کنید. هر دو پهلوانی که روزی اینو هم یک دوست یک مکافاتی دیگر. مقصد پهلوان تیمور ملیک پس یک دوست شور خان حاجی مشرف رحمانوف آمان حریفی شما کشتی میره بردارید. ترکیب کمربند داور و حریف شما باید که موافقه در هر دوشان درستن دیره.
دستی شما برادران فردوس و سعید مومن درد را نبیند. تشکر به هر دو پهلوان محبوب تاجیکستان. در میدان دیگر دو در مرکز میدان مقصد پهلوانی کمگور جماعت دهاتی کمگرد ناحیه تیمورملک. تشکر بود به هر دو پهلوان دیگر از ازبکستان و تاجیکستان. سرعت را باز هم جالب‌تر کنید. مخلصان در جریان توافقی باید پهلوانی محبوب میدان امروزه را دریابند. که دو طلبکار برای مکافات عالی جایزه بودند. هر دو هم دارای طبق میدان امروزه از 4 سال و تحفه که به سیدجلال تحصیل دادند در این باره گفتیم. گفتی سوز کنی گده خونی شهر ترسونزاده بیا یک طبقی میده بازی پانه میمده دارد دو شد ایام گوشتی نمیگیره دیگر. ایام تا پیدا گردیدن رقیبان سیدجلال و شمشاد اسرائیل نعمتوف مردم تیمورملک با صمیمیت استقبال برگشت اسرائیل رو یک کفکوبی میکنند. خیلی برادر محترم و عزیز میدان امروزه تیمورملک شمشاد عبداللهیوف ورزشگری محبوب و شایسته میدان امروزه معروف یک از 4 سال و هر دو سعادت و موفقیت میدان خداوند نصیب کند. زیبایی گوشتی در میدان با همون صمیمیت با تبلیغ موسیقی متمتنی شعبه فرهنگی ناحیه آوازداری تیمورملک احترام نوری دیده محبت در میان مردم کتلان و گالان و شایسته دیگه کن یک کافکوبی صمیمانه. خب پولوسکی باز 1000 سومانی دیگر باز گوسفند بزن در بالای همو پیوند کنیم ترتیب ایشلی کنیم چکلای این 30,000 نفر که در میدان است همه زیبایی گوشتین میلی را خوبتر میدانند. طلب مردم است که داداخان قربان علیوف یک قدمش رو به همه میدان نزدیکتر کند. فاتحه نیکی بابای درست است. تشکر. قدر و احترام مردم از همه والا و ارزنده و شایسته است. شما پهلوانان مردمید بدون مبالغه نام شما را گرفتیم کفکوبی دهچن شد. بیایی هر کی بادا بود بیا با شما بیاد. هوپا هوپا اون سلام باشید. اینم ترتیبی درست است. طبقه پردو میگه که کم ترک یک دیخانی دویم برای جستجوی کشوده شویش اما راه شد بیاوم و در دور دویم مرازیم. تشکر. بیا طبقه دیگر یک گاوی 4 سال در همه مکافات برادری شهر ترسونزاده. کجا شد مهمان های دیگر؟ اوهو یک لباس ورزشی دخوفکه بالای همون گاوی 4 سال یک دخوفکه ایگر زم. کنی مهمان های ونجی کی کجا شد؟ شیخوف سعید مومین هم می شود حاضر چی گفتی همون ترتیبی فوتبال بازا سمردین یعنی که اگنت یازود است. ریزوگی پهلوان برای به میدان آمدن این جماعت اول است.
اندک فرصتش شد که دستور مربی البته برای سرمست میکنه. بگذار یک دخوفکا، یک 10 کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان در رشته های مختلف گوشتین، منظور از دوستای بنده گوشتین طرزی، جودو، سامبو و ملی است. سعید مختار اما پرتوفته که حتی فرصت نیست که قهرمان پای چپش هم برداره. رحمت به پدر، تشکر. اما ترتیبی که رسا کنی که باید اوزن بابای طلبک قرصک زند. تشکر، رحمت به پدر درودزی. صمیمیت گوشتین ملی ما فرق جهت های اما همین امید. خب مقصد بعدی غلبات نتوانید برگردی به میدان. فضل‌الدین نهله ملجوان، سعید مختار و فضل‌الدین تحفه‌شان، یک قالین 4 و 5، یک ماشین جامع‌شویی دیگر بالای مکافات زم. به هر دو موفقیت دستی اسرائیل و شمشادت را نبیند. حاجی مشرف رحمانوف پهلوان دیگر ازبکستانی در گلیم کنانی راستند. و سیجلال طلبکار باشد. همانا طبق صاحب یک صدا است. صدای دویمی میدان برای همان دریافتی مکافات باز شایان ابوبکر رحمانوف هستن. امینو بیا در تیمور ملیک چیپور گل گوسفندی 4 سال یک طبقه دیگر بازده می شود. تنی ابوبکر رحمانوف کلانی سنگین وزن، این سبک وزن است. که نزدیکتر بیا. قدر و منزلت مردم تیمور ملیک افضل است. مایل شوخیش ما یک اینجا بیایید سلام کنید با گشتی نبی اینجا بیا. ابوبکر مایل یوخی اما چه مردم این قدر کنه احترام کنم. این قدر کفتونی های مردم زانوی چپش آسیت دارد. تشکر. اما قدر و احترام مردم رو به جا آوردن رکن جوان مردی است. نوری دیده و خاطر احترام قدم رنجا کرده به سرزمین تیمور ملیک که موسو تشکر. زانوی چپش آسیب دارد. پوشگی گرفتن دکتر دستور ندادن. تشکر زیاد. خوش آمده، سلامت باشید. عضو منتخب گوشتین جودوی مملکت را به سرزمین همیشه سبز و پهلوان آفری تیمور ملیک خیر مقدم میگوییم. اکنون که قمردین عین‌الدین اشاره شما درست است و فکر شما من راضیم. هوپا یک قرصک صمیمانه شما اوجی رقابتی جالب و تاریخی در تیمور ملیک. یک چاری گو، یک گوی 4 سال، یک دخوفکا. این معروف شا یک چیزی دیگر زم کن. آمدن شکر محمد میر محمد برای ما موفقیت است. یک تلویزیون پلاسکی دیگر به هر دو خدای اقبال و موفقیت. آمین. الله اکبر. دستفشوری برادران، قدرشناسی رفقانی به احترام. همه ایجا به خاطر هر ترتیب گو گفتی که خیلی شده که رحیم. اول اکسین کمیتان حاجی محمدی، بعد این کار بکار کرده شد گو. یک تنگا تبزه برادری برو من یک شطور یک قرصک دمه خدا به هر دوی با سعادتیت بخش موسیقی و تنتنه را رنگین کر و مایست بزه بکن.